X33 کراس رقیب چینی پژو 207 و ایرانیای 1 میلیاردی. طراحی جسورانه این خودرو به عنوان نسخه فیسلیفت X22 تغییرات زیادی در چراغ‌های جلو و عقب و همچنین داشبورد داشته. سانروف دو حالته، گرم‌کن صندلی، مانیتور 110 اینچی، سیستم تصفیه و تهویه هوای اتوماتیک، شارژر وایرلس، ترمز پارک برقی از امکانات رفاهی این ماشین. شتاب 0 تا 100 این ماشین در نسخه دنده‌ای با موتور 1.5 لیتری 116 اسب بخاری و 143 نیوتن متر گشت‌آور چیزی حدود 14 ثانیه است که دور از انتظار نیست.